خلاصه خبرهای تاجیکستان و جهان را در برنامه اخباری آزادی من زرانگزی نوروزشاه با همکارانم از دوشنبه و پراگ پیشنهادی شما می‌کنیم. سلام بینندگان گرامی، امروز 15 ایون ما در برنامه این گزارش‌ها را داریم. مرگ دو دختری نورس از یک عائله مهاجر تاجیک در حوزه در روسیه. خواهران برای آبازی آمده غرق شدند. مفتشان سبب‌های فاجعه را تحقیق می‌کنند. پرزیدنت جمهوری چخیه میگوید روس‌هایی که در غرب زندگی دارند باید تحت نظارت باشند. او به سوال‌های بخش اوکراینی رجای آزادی پاسخ گفت. و بیش از 40,000 سامانی جریمه برای بریدن درختان. بحث برای 12 درخت در زینه‌های بالایی دادگاه در سوخت ادامه دارد. من گناهکار نیستم. من ناراضی تهمت کلاسیم بودم. دو دختر از یک عائله مهاجر تاجیک در حوض پترگوف در نزدیکی شهر سنت پتربورگ روسیه غرق شدند. خبرگزاری روسی فانتانکا نوشته است خواهران 12 و 14 ساله بوده از تاجیکستان بودند. فاجعه شام 14 ایون زمانی رخ داده است که دختران با پدر به نزد این کوه آمده وقتی یکی از آنها غرق شده است، دیگری برای نجات خواهرش خود را به آب انداخته است. پدر توانسته است دختری خوردی را از آب بیرون آورد ولی او را از مرگ نجات داده نتوانستند. جسد دختری کلانی را نجات بخشان پیدا کردند. در این رابطه پرونده جنایتی باز شده حادثه را چون مرگ از بی احتیاطی تحقیق میکنند. برنامه را با گزارش از سوخت ادامه میدهیم. یک ساکن ناحیه باباجان غفورف را برای بریدن چندین درخت خودرو بیش از 40,000 سامان جریمه کردند. کشاورز ادعا دارد که حکم ناعادلانه است چون او گناهی ندارد. ظاهرا بستر درختان که اسم یک مقامدار تاجیک هم به آن پیوند میخورد اکنون در زینه‌های بالایی دادگاه ادامه می‌یابد. فرزان محمدی قضیه را از زمستان سال گذشته پیگیری داشت و گزارشش را همراه می‌بینیم. همین چیزا شمال به غلطم رفته. اینه ببینید همه شمال به ما هم بیت به دکومنت کته چگیدو دکومنت کته زداسیام ما اینا چونم گفته اینا یو بی قوت هم تو اینا بیلی من همه شکست خور رفته است. ما اینا چونم اینا من تهمت کداسیان همین زدی گفته. قربانبای باباجانوف میگوید همراه فرزند و عائله‌اش 35 سال باز برای آبادی چندین زمین‌های جزیره قلمرو ناحیه باباجان غفورف زحمت کشیده است. ولی ادعا دارد که بر عوض این زحمت‌ها اداره خواجگی جنگل برای نابود کردن درختان به مقامات شکایت بردند. پرونده اول نسبت پسر خانواده رستمجان باباجانوف با عیب بریدن 12 درخت قراقاچ آغاز شده و بعد تصدیق نیافتنش با همین اتهام قربانبای باباجانوف به جوابگری کشیده شده است. من گناهکار نیستم. من ناراضی تهمت کلاسیم بودم. خواجگی جنگل یه با سن فرشته آدم که دکزت کردم که آدم بیگانه بردگی عراقی تصدیق شد به دادم من سفید کشاورز بودم اما قراری سودی برادم. طبق حکم امید حامدزاده دادرس ناحیه باباجان غفورف قربانبای باباجانوف موظف کرد که 40,275 سامانی باید جریمه سپارد. دادرس از آغاز مرافعت در ماه ینور سال 2023 تا آخر اجازت نداد که خبرنگار رادیو آزادی اشتراک کند و نظر دیگر جانب‌ها را شنود. مهینه دلیرزاده کاتب مجلس دادگاهی هم روز 12 ایون نگذاشت که حکم دادرس را روزنامه‌نگار نوارگیری نماید. ولی انور باباخانوف وکیل مدافع عائله باباجانوف میگوید عیبنامه در همه مرافعه‌ها اساس خود را نیافت. عبدالکننده دولتی یگان دلیل مشخص رد نشونده یا خود به تخمین‌ها اساس نیافته اوید به حالتی که گویا حمایت‌شونده من باباجانوف قربانبای حامیجان جنایتی در ماده 234 قسم 1 کدکس جنایتی جمهوری اسلامی پیش را صادر کرده باشد جمع آوری نکرده است و به سود هم پیشنهاد کرده نتوانست. سباعت باباجانوف و اعضای شورای اصلاحات میلیسیا و همسر قربانبای باباجانوف میگوید او عریضه شکایتی شوهرش را به همه زینه‌های نظارتی سر از مقامات محلی قدرتی و تا وزارت کارهای داخلی و دادستانی کل برده است ولی مقامات وجه‌های بیگناهی شوهرش را به این نوبت نگرفتند. با ما معلومات رسید که آدینه‌زاده سامان و امامov شمشاد با وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان محترم رحیمزاده رمضان همراه رقابت خویشتباری دارند با همین مقصد که به معلومات آن کس رسونم که
محض انمین سببی به شوهرم تهمت کردن و به چنین سرسون و سرگردانی ها گرفتار کردن ما تحت آن انمین برای با مقصدی گرفتن زمین جزیره بود. این خانواده ادعا دارد که تا سال 2021 تا زمانی که پرونده زمینسازی به نام سامان آدینه‌زاده و شمشاد اماموف گذرانیده شده است، این خانواده قانونشکنی نکردند و یا برای درختبری غیرقانونی جریمه بندی و مجازات نگردیدند. همه ساله با موافقه اداره خواجگی جنگل ولایت سوخت، عائله باباجانوف‌ها شاخه‌های درختان را می‌بریدند. موافق معیار درختبری انداز هم سپاریدند. حالا تنها امیدواری آنها از بازبینی عادلانه این حکم در زینه‌های بالایی دادگاه است. پرزیدنت جمهوری چخیا پیوتر پاول گفت باید نهادهای امنیتی شهروندان روسیه را در کشورهای غرب تحت نظارت جدی بگیرند و این را بهای عملهای ویرانگرانه روسیه در اوکراین نامید که روس‌ها باید پرداخت کنند. در یک صحبت اختصاصی با بخش اوکراینی رادیوی آزادی روز 14 ایون، پیوتر پاول گنرال مستعفی گفت می‌خواهد ضرورت شامل شدن اوکراین به ناتو و کمک دراز مدت به این کشور در نشست نوبتی پیمان بررسی شود. همکاری اوکراینی ما از پرزیدنت جمهوری چخیا پرسید که آیا مذاکرات صلح با رژیم پوتین امکان پذیر است؟ Quite frankly, right now, صمیمانه میگویم از آن خوشحال نیستم که بعضی رهبران ممالک غربی درباره امکان ملاقات با پوتین حرف میزنند. من فعلا نمیتوانم تصور کنم با رهبران دیدار و گفتگو خواهم داشت که تقریبا هر روز دروغ میگویند، واقعیت را چپه تصویر میکنند و میتوانند به کشوری تجاوز کرده آن را به جنایت‌هایشان مسئول شمارند. اگر شما به دلیل‌های جانبی مذاکرات باور نکنید، چگونه خواهید توانست به نتیجه چنین مذاکرات اعتماد داشته باشید؟ ولی امیدوارم با تحول حوادث و پیشرفت عملیات جوابی اوکراین در جبهه نبرد، موقع‌گیری رهبران روسیه هم تغییر می‌یابد و آنها هم احتمال به مذاکرات سازنده آماده می‌شوند. به هر حال حاضر ما به آن نقطه نرسیدیم. how can you hope for coming up to any reasonable conclusion? سوال دیگر از رئیس جمهوری چخیا این بود که مسئولیت جنگ اوکراین بر دوش کی است؟ پوتین، حکومت روسیه یا تمام جامعه؟ I heard that argument quite often that we should only take it as Putin's war. من زیاد شنیدم که این جنگ پوتین است نه جنگ روسیه، اما این دلیل درست نیست. وقتی ما در جامعه روسیه میزان پشتیبانی از پوتین را میبینیم، وقتی میبینیم که چقدر مردم زیاد از او طرفداری میکنند و حتی طلب دارند که جنگ به کشورهای دیگر توسعه یابد، ما باید آن را جنگ روسیه عنوان دهیم. از پرزیدنت همچنین نظرش درباره آینده روسیه پرسیده شد و این سوال هم بود که آیا کشورهای غرب از جمله چخیا باید با مخالفین حکومت روسیه رابطه برقرار کنند؟ وقتی ما وضع روسیه را تحقیق میکنیم میبینیم که پشتیبانهای پوتین و جنگ 75 یا 80% اهالی را تشکیل میدهند. ولی 20% دیگر چی؟ من باور دارم که نه همه روسا از تلفات جنگ، کاهش سطح زندگی، کاهش نیازمندی ها، کاهش امکان سفر به خارج موافقند. به وجه عموم چندین نسل آینده روسا با مقام کشوری بربری که حاضر با این جنگ کسب کردن همزیستی خواهند داشت. از این رو دائما در روسیه افرادی را میتوان یافت که به رابطه با ممالک غربی و تغییر در روسیه حاضرند. وقت ضرور است. ما نباید کوتاه‌بین بوده روسیه را در انزوای کامل قرار دهیم. هر وقتی که ما فردی را آماده به بررسی سرنوشت آینده روسیه در شرایط نو پیدا کردیم، ما باید از این امکان استفاده بریم. پاره از صحبت پیوتر پاول رئیس جمهوری چخیا را با خبرنگاری بخش اوکراینی رادیوی آزادی دیدیم. گروه از هواداران احمد ظاهر در یک محفل در دوشنبه یاد او را گرامی داشتند.
هنرمند محبوب 44 سال پیش در روز 14 ایون به طور شبهه برانگیز جان باخت. با گذشت چندین ده ساله از مرگ او سروده های احمد ظاهر هنوز سرشنونده و ده ها هنرمند در افغانستان و تاجیکستان با پیروی به او سرود میخوانند. معنی موسیقی در افغانستان هم نتوانسته است دوستداران صدای احمد ظاهر را از شنیدن آهنگ های او محروم کند. گزارش مومین احمدی در این باره است. صدای محبوب برای نسل‌های افغانستان، حتی در زمانی که موسیقی در افغانستان را ممنوع کردند. صدای احمد ظاهر مجلس آرای محفل‌های جوانان است. و من از دوره نوجوانی که آشنا شدم امروی آهنگای ظاهر بسیار خاص برام معلوم شد و من یک علاقه خاص نشان دادم و تا امروز گاه در بعضی شب نشینی ها امروی دوستا و بعضی حالت های احساسی که پیش میشه برم حتما سراغ آهنگای ظاهر میرم. نظر به حالات فعلی شب نشینی برپا کردن یا با جمعی از دوستا یک جای نشستن بسیار مشکل است. با صد ترس و لرز که اتفاقی نفته مثلا. 44 سال پیش احمد ظاهر اینجا در منطقه شهدای صالحین کابل به خاک سپرده شد. مقبره او که در نیمه سالهای 1990 در عهد پیشین طالبان ویران شده بود، حدود 20 سال پیش بازسازی شد و هر سال در این روزها به عیادتش می آمدند. اما امسال سرد و خالی از حضور هوادارانش است. حتی رستورانی به نام کلبه احمد ظاهر که در نزدیکی خانه او بود بسته است و تمام نشانه های او را از در و دیوار رستوران برچیدند. کانون فرهنگی به نام احمد ظاهر هم در سال روز مرگ او اجازه یادبود او را نداشت. نظر با پلیسی دولت فعالیت موسیقی نداریم. فعالیت دیگه که مراقبت از آرامگاه مرحوم احمد ظاهر است، همین تجلیل سالگردایش است. دیگه این مسائلی که بدوش کانون فرهنگی احمد ظاهر میشد از سابقا آل فعلا هم فعالیت میکنه. سالگردش در آن سوی مرز در تاجیکستان هر سال با گرمی و دور از ترس و اضطراب برگزار می شود. احمد ظاهر که روایتی از نسل این دوره افغانستان بود، 44 سال پیش در روز 14 ایون سال 1979 در یک صدمه شبهه برانگیز نقلیاتی در ولایت پروان جان باخت. ادعای وجود دارد که مقامات دولتی در مرگ او نقش داشتند، اما هیچ تحقیقات رسمی و بی‌طرفانه مرگ او صورت نگرفت. احمد ظاهر تنها 2 آهنگ در تلویزیون ملی افغانستان ضبط کرده است، اما در کنار آن 14 آلبوم صوتی، 10 سرود مجلسی او وردی زبان هاست. حتی در این روزهایی که شنیدن و اجرای موسیقی در افغانستان گناه شمرده می شود. و یک خبر، جنجال میان مهاجران تاجیک که در آن 2 نفر قربان شد بر سر خرید ماشین و مبلغ جریمه آن بوده است. مناقشه ساعت 3 شب 12 ایون امسال در نزد مغازه منیتکا در یکاترینبورگ و میان یک گروه از ساکنان ولایت ختلون و ناحیه مسچو سر زده بود. برنامه را اینجا به پایان میبریم، ولی خبر و گزارش های بیشتر را شما می توانید هر لحظه در سامانه و صفحه های دیگری رادیوی آزادی در توییتر و تلگرام، فیسبوک و اینستاگرام و ادناکلاسنیک و تیک تاک پیدا کنید. تا ملاقات در برنامه های آینده خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار شما.